این روزها توی اکثر کشورها مهاجرها به عنوان آدم نیازمند و آسیب‌پذیر دیده میشن. توی گزارش‌ها و مطالعات مربوط به پناهندگان و مهاجران اطلاعات دقیق‌تر و روشن‌تری میشه پیدا کرد. سازمان UNHCR که زیر نظر سازمان ملل توی آخرین گزارشی که منتشر کرده بررسی کرده که رسانه‌ها چطور پناهندگان و مهاجران رو به عنوان قربانیان بی‌دفاع یا تهدیدی برای امنیت بازنمایی می‌کنن. وقتی رسانه‌ها مهاجران رو صرفاً به عنوان یک تهدید یا یک فرد ضعیف نشون میدن، نه تنها تصویر نادرستی از اونها میسازن، بلکه جامعه رو هم به دید منفی نسبت به اونها سوق میدن و در نهایت باعث تحقیر و تمایز اجتماعی میشن. این دقیقاً همون مفهومیه که استیگما بهش اشاره داره. یعنی وقتی فردی به خاطر هویت یا ویژگی‌های خاصش برچسب‌های منفی میخوره و از دیگران جدا میشه.